صبح شما بخیر باشد بینندگان بینیاد گرامی رادیو زودی. امروز دوشنبه 8 ایول است و باز در آغاز هفته نو من شالو کوخچه در خدمت شما خبرهای تازه قرار دارم. امروز پراگ هوا ابری بوده، انتظار می رود که حرارت روزانه تا 20 درجه را تشکیل نماید. در مسکو باشد باران می بارد و تا 21 درجه گرم خواهد بود. در سنت پترزبورگ نیز امروز باران می بارد و تا 20 درجه گرم می شود. در دوشنبه هم آب و هواشناسان برای امروز هوای ابری را پیش بینی کردند. احتمال دارد که در ادامه روز گرمی به 38 درجه برابر شود. 13 محبوس زندان‌های ولایت سوغد ضمن انتقال به محبس‌های جنوبی کشور ظاهرالحضور شده و در مؤسسه تفتیشاتی دوشنبه جان باختند. مقامات میگویند که حادثه شام 7 ایول ضمن انتقال 128 نفر محکوم شده، یعنی 120 مرد و 8 زن رخ داده است. در رابطه با شماره محبوسان هلاک شده خبرهای رسمی ضد و نقیض میباشند. از جمله سایت رسمی وزارت امور داخلی تاجیکستان شماره آنها را 13 نفر میگوید، اما خبرگزاری رسمی خاور تعداد محبوسان هلاک شده را 14 نفر ذکر کرده است. سرایست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان شب گذشته با نشر اطلاعیه خبر داد که این گروه محبوسان بعد از استعمال نان وضعشان وخیم شده و دیرتر جان باختند. این حادثه در موضع میخوره نویه ورزوب اتفاق افتاده است. به گفته منبع این زندانیان طبق برنامه از خوجند و استرافشان میبایست به زندانهای دوشنبه، نورک و یاوان انتقال میافتند. ولی به گفته منبع وقتی کاروان محبوسان به موضع میخوره رسید، یکی از محبوسان 3 عدد خلیب یا نان را به 16 نفر محبوس تقسیم میکند. بعد استفاده آن تقریبا با گذشت نیم ساعت از 16 محبوسی که در بردان قسمت دومی افت-ماشین رقم 024 و A01 بودند، حالت دل به حضوری سرچرخ زنی قایقانی به وقوع پیوسته است. اومده است در خبری سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه. اداره زندانها در شرح حادثه میگوید که بعد از رسیدن به یکی از مؤسسه‌های تفتیشاتی دوشنبه همه 16 محبوسی که نان تقسیم شده را استعمال کرده بودند بیهوش می شوند. مقامات این اداره میگویند که تلاش‌های طبیبان تنها 3 نفر از این محبوسان را نجات داد و باقی مانده 13 نفر جان باختند. داستانی کلی تاجیکستان میگوید که در نسبت این حادثه پرونده جنایتی باز شده و تحقیق آغاز شده است و بینندگان عزیز ما در دوام روز حتما به این موضوع برمیگردیم و تفصیلات بیشتر را در حالت به دست آمدن حتما برای شما خواهیم گفت. درباره جمله هویت چند از محبوسی هلاک شده که در گذشته رادیو زودی درباره آنها گزارش هم پخش کرده بود. در شهر بیشکک نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی به پایان رسید و بعد از آن اعلان کرد که ائتلاف به کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان کمک‌های مالی میکند. بر اضافه 1 میلیارد دلاری که اتحاد از سال 2014 تا سال 2020 برای منطقه پیش بینی کرده است، تاجیکستان و ترکمنستان و قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان برای اجرای برنامه‌ها 72 میلیون یوروی علاوگی دریافت میکنند. اتحادیه اروپا با نشر یک بیانیه رسمی در روز 7 ایول گفت که به تاجیکستان برای بنیاد یک نیروگاه برقی نو 20 میلیون یورو میدهند که در تامین مردم با نیروی برق و صادرات آن به شمال افغانستان کمک میکند. در خبر معلوم نیست که پول مذکور برای بنیاد کدام نیروگاه خرج می شود، اما در آن آمده است که آلمان هم در این زمینه به تاجیکستان کمک میکند. در نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی وزیران 5 کشور از جمله سیراجدین موحدین وزیر امور خارجه تاجیکستان و از اتحادیه اروپا و فدریکا مگرینی سیاستگزار امور خارجه و نوین میمیکا مسئول همکاری‌های بین‌المللی ائتلاف حضور داشتند. در آستانه سفر فدریکا مگرینی به منطقه حامیان حقوق از او خواستند که مسئله رعایت حقوق بشر در آسیای مرکزی را با نمایندگان کشورهای منطقه در میان گذارد. مقامات انتظامی در قزاقستان 10 نفر را که به ضد رئیس جمهوری تازه انتخاب قاسم جمرت توقیف اعتراض داشتند دستگیر کردند. تظاهرات از جمله در شهرهای نورسلطان و الماتی روز 6 ایول دایر شد و ماموران پلیس و ماموران امنیتی در لباس نظامی تظاهرگران را با زور به اتوبوس پلیس بار کرده می‌بردند. بعد استعفای ناگهانی نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری پیشین قزاقستان و اعلان توقیف باعث وارثش چندین دفعه نمایش‌های اعتراضی صورت گرفت. قاسم جمرت توقیف در انتخابات روز 9 ایون رسما پیروز شد، ولی ناظرین بین‌المللی گفتند که انتخابات با قانون شکنی زیاد آلوده بود. در آن روز مقامات قزاقستان چندین تظاهرگر را دستگیر کردند و ناظرین بین‌المللی گفتند که این عملکرد حکومت بی‌اعتنایی به ارزش‌های دموکراسی میباشد.
اوکراین رسما از آمریکا درخواست نموده است که به این کشور سلاح فروشد در دور نیزو با جدای خواهان رو به روسیه. این باری اول است که حکومت اوکراین چنین درخواست کرده است. در این باره سفارت آمریکا در کیف روز 7 ایول خبر داد. سابق سفیر آمریکا در اوکراین ویلیام تایلور در شبکه توییتر نوشته است: ما ارزیابی این درخواست را شروع نمودیم. آمریکا از سوی استقلالی، تمامیت ارضی و اصلاحات نظامی اوکراین پشتیبانی میکند. تایلور در انتخابات پارلمانی 21 ایول در اوکراین گروه دیپلماتی آمریکا را رهبری میکند. در سال 2014 روسیه نیم جزیره کریم را اشغال نموده و جدای خواهان منطقه دنباس را دستگیری کرد. جون هربرت سابق سفیر آمریکا در اوکراین میگوید روسیه با جدای خواهان دنباس 450 عدد تانک و 700 عدد سلاح وزنین داده است. بعد از آن آمریکا با اوکراین موشک‌های ضد تانکی جاولین و با مبلغ 1.5 میلیارد دلار کمک کرده است. دیروز در قطر ده وکیل افغان از جمله سیاستمداران، زنان و دیگر سیمه‌های شناخته افغان و طالبان در کنفرانس مکالمه داخلی افغان اشتراک نمودند. طالبان ابراز داشتند که به این کنفرانس 17 وکیلشان را میفرستند. حکومت در این جمعیت اشتراک نمی‌کند. 7 ایول همگی چند ساعت پیش از آغاز کنفرانس طالبان مسئولیت بمبگذاری مرگ‌طلبانه را که در شهر غزنی حیات کمش 6 نفر را از بین برده بیش از 150 نفر را مجروح نمود برداشت گرفتند. هدف حمله صبح یکشنبه یک مجتمع امنیتی بوده است، ولی اکثر قربانی ها به گفته منصبداران افغان معلولین مکتب بودند. خدمات نجات روسیه مکان بودبوش 30 نفر را که در آبخیزی‌های اخیر منطقه ایرکوتسک بینام نشان شده بودند پیدا کرده است. حکومت ولایت ایرکوتسک روز یکشنبه اعلام کرد که اکنون سرنوشت 11 نفر دیگر را که هنوز بینام نشان می‌باشند تحقیق دارد. بر اثر آبخیزی‌های ماه گذشته کمش 22 نفر به هلاکت رسید. در اظهارات حکومت ایرکوتسک تشخیص نشده است که 30 نفر بینام نشان شده در کجا پیدا شدند و در چه شرایطی به سر می‌برند. آبخیزی اخیر ایرکوتسک به 107 مرکز، شهرک و ناحیه تاثیر رسانده 10,000 منزل را ویران کرد. در نتیجه 33,000 نفر به مکان امن کوچانده شدند. منصبداران روس میگویند با کم شدن آب پاککاری منطقه آغاز گشته است. طبق حسابات پیشکی زیان آبخیزی ایرکوتسک به 454 میلیون دلار برابر می باشد. و اکنون بازم برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. یک بیانیه رئیس ولایت ختلان ظاهراً حامیان حقوق زن در تاجیکستان را عصبانی خواهد کرد. قربان حکیم زاده هفته گذشته در جلسه 18 مجلس وکیلان ولایت ضمن سخنرانی درباره اویله و طلاق در بین اهالی گفته است اکثریت مدیران شعبه‌های ثبت اسناد حالت شهروندی شهر و ناحیه‌های ولایت اویله دار نیستند. مایتاً باید در این وظیفه ها آنهای فعالیت نمایند که اویله سالم و استوار و نمونوی برپا کردند. در تاجیکستان رهبران اداره‌های ثبت اسناد رسمی عمدتاً زنان میباشند و بار اول است که یک مقام رسمی و آن هم رئیس ولایت از آن اظهار نگرانی میکند که رهبران این اداره‌ها به قول او اولادار نیستند. قربان حکیم زاده در این باره بعد شنیدن گزارش درباره اجرای برنامه رشد ولایت در ولایت ختلان صحبت کرده است. دولت تاجیکستان همواره گفته است بالا بردن نقش زن در جامعه یکی از اولویت‌های کار دولت است و برنامه‌های زیادی را هم در این زمینه قبول کرده است. عین زمان سازمان‌های حمایت حقوق زن گفتند که تلاش‌های دولت برای بالا بردن مقام زن در جامعه و نابرابری زن و مرد در کشور کافی نیست و بسیاری از کارمندان دولتی اهمیت این مسئله را درست درک نمی‌کنند. بر اساس آمار سال 2016 زنان در تاجیکستان بیش از 49% اهالی را تشکیل می‌دهند. بانک اوراسیایی رشد اعلام کرد که به تاجیکستان برای اجرای طرح کاروانی سلامتی که هدف آن خدمت رسانی رایگان طبی در ناحیه‌های دوردست است 2 میلیون دلار کمک میکند. در بیانیه رسمی بانک از روز 4 ایول آمده سازشنامه در این زمینه بین بانک و وزارت مالیه تاجیکستان به امضا رسید. طرف تاجیکستان با این پول 2 آزمایشگاه طبی سیار میخرد و در آینده برای تشخیص و معالجه ساکنان روستاهای دوردست استفاده میبرد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان هر سال کاروان سلامتی برگزار میکند و طبیبان با سفر به ناحیه‌های گوناگون به احتیاجمندان کمک رایگان طبی میرسانند و یا به آنها درباره جلوگیری از بیماری‌ها مشورت میدهند. و بینندگان عزیز توجه کنید به خبرهای ورزشی.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی عثمان توشف در اولین بازیش در مسابقه بین‌المللی هیرو اینترکانتیننتال کاپ 2019 بر تیم میزبان هندوستان با حساب 4-2 پیروز شد. بازی شام یکشنبه 7 ایول در شهر احمدآباد با حضور بیش از 7000 تماشابین دایر گردید. ضمناً این بازی پنجم میان دسته‌های منتخب ملی تاجیکستان و هندوستان به شمار می‌رفت. در سه بازی فوتبالبازان تاجیک غالب شدند. یک دیدار با پیروزی فوتبالبازان هند به انجام رسیده، یک بازی با نتیجه مساوی انجام شده است. بازی دیگری دور اول مسابقه بین‌المللی امروز 8 ایول میان دسته‌های منتخب سوریه و کره شمالی دایر می‌گردد. منتخب تاجیکستان در دور دوم مسابقه 10 ایول با منتخب سوریه و در دور سوم 15 ایول با تیم ملی کره شمالی روبرو می‌شود. و دیروز دو مسابقه مهم بین‌المللی فوتبال به پایان رسیدند. دسته منتخب زنان فوتبالباز آمریکا در بازی فینالی با حساب 2-0 بر دسته منتخب هلند پیروز شده بار چهارم قهرمان جهان گردید. در برزیل باشد دسته منتخب فوتبال این کشور با حساب 3-1 دسته منتخب پرو را مغلوب نموده جام آمریکا را به دست آورد. و اکنون از قرب اسعار خارجی برای امروز میگویم که از سوی بانک ملی تعیین شده است. $1 9.43 درهم، یک یورو 10.63 درهم و 1000 روبل روسی برابر است به 148.40 درهم. با سپاس از یک شما دوستان عزیز برای همراهی. من همه شما رو بعد از کمتر از 30 دیگر در پخش‌های مستقیم بعدی منتظر می‌شوم. روزی خوب داشته باشید.